زبان پشتو رو گفتیم که زبان تاریخی نیست و زبان تاریخ نداره. چرا؟ سر زبانی که کار شده و کار میشه او به جای میرسه، سر زبانی که کار نمیشه او به جای نمیرسه. در زبان پشتو غیر از شعر و شاعری نه فیزیک است، نه کیمیاست، نه جغرافیا، نه تاریخ، هیچ چیزی نه. فقط لاف ده او است و شعر ده او است. شعرم شعر بسیار عالی نه، فقط یک سلیمان لایق و اینمی عبدالباری جهانی که اینا سطح، باقی کسایی هستن که در سطح دکاندارا بودن. اونا پرقلار چې ته پیرې زه خوار ولاړ یم خامخا، زه عبدالخالق یم، خالق یم. همین شعرهای چینی زگرگه یک نوآوری دینه در پشتو هیچ کار نشده، از همین خاطر در فارسی کار شده. اینا زبان ها حتی می چیز میگم که من اینجا کتاب دیکشنری چیز دارم، دیکشنری اردو، زبان اردو است، اردو لغت جهانگیر، اردو لغت. این بر شما بگویم که شما ببینید 1325 صفحه است و اینمی زبان اردو نسبت به زبان پشتو یعنی جوانتر است، بسیار جوان هست. زبان پشتو قدامت زیادتر دارد. اما در یک دیکشنری فقط به نام دریاب جناب قلندر مومن این دریاب این را در این اواخر